اگه فوتبالیستی و میخوای تنهایی تمرین کنی، این برات معجزه میکنه. اول از همه با 15 دقیقه دویدن با پای برهنه گرم کن. این کار باعث تحریک گیرنده‌های کف پات میشه و یک شروع عالیه. بعدش برو سراغ روپایی زدن، بازم با پای برهنه حدود 10 دقیقه بدون هیچ محدودیتی و با هر دو پا کار کن. مرحله بعد تمرین با دیواره. به مدت 20 دقیقه به صورت آزاد پاس بده، توپ رو کنترل کن و حتی شوت بزن. با هر دو پا تمرین کن و سعی کن خلاق باشی. حالا وقتشه بری سراغ دریبل زدن آزاد. 5 ست 1 دقیقه‌ای با شدت بالا. اینجا باید حس غریزی دریبل زدنت رو تقویت کن. و در آخر 10 تا 2 سرعت 100 متری با پای برهنه بزن. این تمرین باعث تقویت تاندونا میشه و سرعتت رو بالا میبره. ما یه برنامه تمرینی کامل ساختیم که باعث شده شاگردامون مثل ماکسیم کالان و یوسیپ کبا فوتبالیستای حرفه‌ای بشن. اگه میخوای رایگان این مستر کلاس رو داشته باشی، فقط کلمه رایگان رو کامنت کن تا برات بفرستیم.